دونالد ترامپ شام روز سه‌شنبه به طور غیر منتظره مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا یا FBI را از مقامش برکنار کرد. جیمز کامی در این وظیفه 5 سال فعالیت نمود. قصر سفید میگوید که رئیس جمهور از روی توصیه دادستان کل عمل کرده است. سبب رسمی برکناری جیمز کامی نارضایتی از تحقیق قضیه شکسته شدن پاشنه های نمایندگان حزب دموکرات هنگام انتخابات سال گذشته عنوان شد. خبر استعفای مدیر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا پس از چند ساعت نشر شرح این نهاد به برآمد کامی در مجلس سنا رسانه‌ای گشت. او هفته گذشته در نزد کمیسیون گزارش داده بود. اما به باور دموکرات ها سبب برکناری انگیزه های سیاسی دارد. کامی تحقیق ارتباط احتمالی دستیاران رئیس جمهور دونالد ترامپ با مقامات روسیه را در دوره انتخاباتی رهبری می‌کرد. اولین سوال با مأموریت پرزیدنت این است که چرا این عمل حاضر به وقوع پیوست؟ اگر مأموریت به طرز تحقیق قضیه پیام‌های الکترونی هیلاری کلینتون از سوی رئیس اداره فدرالی تفتیشات جیمز کامی مخالفت داشت، چرا این مخالفت را در لحظه اول ورود به کاخ سفید آشکار نکرد؟ چرا او را همان وقت برکنار نکردند؟ چرا امروز؟ ما می‌دانیم که حالا مجلس نمایندگان دخالت روسیه در انتخابات پرزیدنتی را تحقیق دارد که از آن احتمالاً ستاد ترامپ فایده برداشته است. سنات هم این قضیه را تحقیق می‌کند. ما می‌دانیم که FBI هم در پی تفتیش روابط ستاد ترامپ با روسیه است. ولی سناتور جمهوری‌خواه جان مکین اظهار نمود که پرزیدنت در چارچوب صلاحیت‌هایش عمل کرده است. من متاسفم که این حادثه روی داد. پرزیدنت در چارچوب وکالتش کار کرده است. من این اقدام را احترام می‌کنم. در نامه‌ای که از سوی پرزیدنت دونالد ترامپ به رهبر اداره تحقیقات فدرالی آمریکا ارسال شده است، گفته شده است که ما حتما رهبری نوی را برای اداره تحقیقات فدرالی پیدا می‌کنیم که باوری مردم و اعتماد به اهمیت رسالت کارمندان مقامات انتظامی را برقرار می‌کند.